درود و احترام مجموعه آموزشی پرایس اکشن پیشرفته رو به منظور استفاده عمومی و رایگان در اختیار سایت فرارچارت قرار دادم. امیدوارم که برای دوستانم مفید واقع بشه. به نام آن بینام آغاز می‌کنیم اپیزود دوم از دوره Conceptual Price Action Method CPM. در این اپیزود ابتدا درباره CPM پرسپکتیو با هم دیگه صحبت خواهیم کرد. چشمانداز قیمت، دیدگاه قیمتی، خط فکری CPM و بعد از اون درباره مارکت استراکچر با هم سخن خواهیم گفت. مارکت استراکچر به معنای ساختار بازار. ما میخوایم بازار رو بشناسیم و برای این کار باید استراکچر و ساختار اون رو بررسی کنیم. یعنی بیایم یک کلی رو به اجزا تقسیم کنیم و اون اجزا رو بشناسیم. جلوتر درباره این دقیق باهاتون صحبت خواهم کرد. بریم سراغ قسمت اول CPM پرسپکتیو. در قسمت CPM پرسپکتیو ما مهمترین عامل که خریدار و فروشنده هست رو مورد تدقیق و بررسی قرار میدیم. قیمت چگونه شکل میگیره؟ قیمت با معامله یا قرارداد شکل میگیره. خیلی ساده. یعنی وقتی که یک خریدار و یک فروشنده سر یک ارزش یک چیزی با هم به توافق میرسن و یک معامله ای میکنن، اون قیمت شکل گرفت و معامله انجام شد. و نکته مهم دیگری که اینجا مد نظر هست، بحث این هست که خب ما چرا میایم توی مارکت؟ اصلا چرا بازار؟ ببینید بازار جایی هست که خریداران و فروشنده ها میان اونجا جمع میشن تا بهترین قیمت رو بتونن بهش دسترسی پیدا کنن. یعنی اونجا وقتی جمعیت زیاده کسی نمیتونه بازار رو دستکاری کنه. من اگه یک چیزی دارم که هیچ کسی نداره، خب این قیمتش رو من تعیین میکنم. اما اگه من چیزی رو دارم که 10,000 نفر دیگه 100,000 نفر دیگه دارن، اون وقت آیا قیمتش رو من تعیین میکنم؟ نه. اون وقت قیمت از دست شخص دیگه خارجه و انگار به ارزش حقیقی خودش نزدیک میشه. پس ما توی مارکت یا بازار جمع میشیم تا بتونیم هر کدوم به بهترین قیمت معامله کنیم. نکته مهم دیگری که اینجا میخوام بهش اشاره کنم این هست که ببینید در مارکت تنها چیزی که مطرح هست همین بحث بهترین قیمته. یعنی منفعت شخصی مطرحه. هیچ عامل دیگه‌ای در مارکت دخیل نیست. یعنی شما وقتی دارید با کسی معامله میکنید ازش از جنسیتش نمیپرسید. اما در قرن 15 و 16 از جنسیت میپرسیدن. زنان حق مالکیت نداشتن. نمیتونستن معامله کنن. صاحب چیزی نبودن. یهودی‌ها صاحب چیزی نبودن. و فقط مسیحیان این امکان رو داشتن. اما وقتی که بازار شکل میگیره، وقتی که بورس لندن برای اولین بار کار خودش رو آغاز میکنه، دیگه این مسائل آروم آروم میره کنار. و اینجاست که میگن اولین جایی که آزادی شکل گرفت برای بشر بازار بود. برای اینکه چیزهای دیگر رو گذاشت کنار، جنسیت رو گذاشت کنار، مذهب، آیین، دین، قومیت، همه اینها رو گذاشت کنار. آدام اسمیت شاید خیلیاتون بشناسید، اون دانشمند لیبرالی بود که اسکاتلندی بود و می اومد در لندن و فعالیت کرد، با اینکه همیشه انگلیسی ها با اسکاتلندی ها دچار مشکل بودن اما اصلا مسئله‌ای براشون نبود. همیشه مسیحی ها با یهودی ها دچار مشکل بودن اما باز هم اینجا دیگه توی بازار لندن براشون مسئله‌ای نبود. شاید زنان و مردان دچار مشکل بودن اما تو بازار لندن براشون مشکلی نبود. یعنی ببینید میخوام اینو بگم، تمام هدف، تمام اون نیت در مارکت، در بازار دستیابی به بهترین قیمته و هیچ عامل دیگه‌ای تاثیر نداره. یعنی منفعت شخصی اینجا مطرحه. حالا عامل تعیین قیمت چیه؟ خیلی ساده، فشار خرید، فشار فروش. عرضه و تقاضا هم دقیقاً معنیش همینه. وقتی که یک عده زیادی طالب یک چیزی میشن، خب ارزش اون چیز میره بالا. وقتی یک عده زیادی اون چیز رو نمیخوان و میخوان از شرش خلاص شن، میخوان بفروشنش، آینده خوبی براش نمیبینن، خب اون چیز میاد پایین. پس طالب نداره. به همین سادگی میشه عرضه و تقاضا رو فهم کرد. برای ما اینجا خیلی مهمه که بدونیم قیمت چگونه حرکت میکنه. این عامل تعیین قیمته. یعنی ما اینجا تا الان متوجه شدیم که قیمت چرا حرکت میکنه و اصلا مارکت چرا وجود داره و قیمت چیست. اما اینکه بخوایم بدونیم قیمت چگونه حرکت میکنه،
با یک اثبات از فلسفه اقتصاد که من در کانال تریدینگ ویداترین این رو در کانال تلگرامی خودم تریدینگ ویداترین رو برای بچه‌ها توضیح دادم، در چند پست و چند وایس میتونید اونجا مراجعه کنید و دقیق‌تر اون رو با چند تا منبع اضافه‌ای که معرفی کردیم ببینید. اما به طور خلاصه این هست که با یک اثباتی از فلسفه اقتصاد میتونیم این رو متوجه بشیم که قیمت دوست داره به طوری حرکت کنه که افراد بیشتری رو وارد معامله کنه. یعنی چی؟ یعنی قیمت دنبال نقدینگیه، قیمت دنبال حجمه، قیمت دنبال شناوری بالاست. قیمت دوست داره طوری خودش رو نشون بده که افراد بیشتری رو بیاره توی معامله. و این ایجاد نقدینگی و شناوریه که مهمترین ویژگی رفتار بازارهای آزاده. یعنی شما نگاه کنید بازارهایی مثل بازار ارز جهانی رو، دقیقاً همین، یک نقدینگی و شناوری بسیار بالایی داره که کسی نمیتونه اون رو تنهایی کنترل کنه و همینه که قیمت به نحوی حرکت میکنه که واقعی تره، به اون فلسفه اقتصادش نزدیک تره. چرا؟ چون دستی کسی نیست، کسی به دلخواه خودش نمیتونه قیمت رو تغییر بده. حالا مسیر حرکت قیمت به چه شکلیه؟ قیمت چگونه حرکت ببینید قیمت یکی بحث این بود که چرا حرکت میکنه، یعنی علت حرکت قیمت چیه. یکی این که چگونه حرکت میکنه. ما هم اینجا گفتیم به نحوی حرکت میکنه که تعداد افراد بیشتری رو به معامله وادار کنه. حالا روی چارت من این رو بعدتر بهتون نشون میدم. یعنی همیشه سعی میکنه که هم یه سری رو بایر کنه، هم یه سری رو سلر کنه. یه رفتارهایی داره که پنهان میکنه اون نیت اصلیش رو، اون روند اصلیش رو، اون ترند اصلیش رو. و حالا قیمت دوست داره خودش رو به کجا برسونه؟ یعنی اون جایی که قیمت دوست داره خودش رو برسونه، یعنی اون تارگتش کجاست، هدفش کجاست؟ اون جایی که دوباره بیشترین حجم اونجا معامله بشه. یعنی تا اینجا یاد گرفتیم که چرا علت حرکت قیمت چیه، نحوه حرکت یا چگونگی حرکت قیمت چیه و اینکه مقصد حرکت قیمت چیه. کجا میره؟ جایی که بیشترین ولومه، جایی که بیشترین حجمه، یعنی خودش رو به سطحی میرسونه. اینو شاید خیلیاتون به اسم خاصیت مگنتی و آهنربایی سطوح شنیده باشید. قیمت دوست داره خودش رو به سطحی برسونه که اونجا معامله زیاد انجام میشه. یعنی حتی یکی از ستاپ‌های خوبی که ما میتونیم برای خودمون بسازیم استفاده از این خاصیت مگنتی سطوح و نواحی عرضه و تقاضا است. پس قیمت دائما به دنبال نقدینگیه، به دنبال شناوریه، به دنبال اینه که افراد رو به معامله وادار کنه، دنبال اینه که حجم رو زیاد کنه. و اینجاست که ما به دنیای شکار نقدینگی یا LQ هانت وارد میشیم. یعنی قیمت دائما طوری رفتار میکنه که نقدینگی رو شکار کنه، نقدینگی رو جذب کنه، افراد رو وارد بازار کنه. این گونه است که ما LQ هانت رو به جای حالا اون اصطلاح غلطی که بهش میگن استاپ هانت وارد میکنیم. LQ هانت یا همون لیکویدیتی هانت هست، یعنی جستجوی نقدینگی و کاری است که قیمت با توجه به فلسفه اقتصادی که ما میشناسیم، جامعه شناسی و روانشناسی اقتصادی که میشناسیم، اقتصاد رفتاری که ما میشناسیم، از خودش نشون میده و کاملا وجه ساینتیفیک و علمی داره. به این شکل هست. اینجا بخش نخست که CPM پرسپکتیو بود به اتمام میرسه و بعد از این به سراغ بخش بعدی خواهیم رفت. درود مجدد. بریم سراغ پارت دوم از اپیزود دوم با نام مارکت استراکچر. اصلا ما چرا استراکچر مارکت یا همون ساختار بازار رو بررسی میکنیم؟ برای اینکه این شیوه علمی هست، روش علمی که گالیله، نیوتن و حتی قبلتر در یونان باستان ازش استفاده میشد برای شناخت چیزها این بود که ما بیایم یک کلی رو به اجزا تقسیم کنیم. یعنی هر چیزی رو که خواستیم بشناسیم بیایم کوچکترین واحدهای سازندش رو بشناسیم و اون کل رو به اجزا تقسیم کنیم. بعد از اینکه اون کوچکترین واحدهای سازندش رو شناختیم، حالا کل رو دیگه میشناسیم. یعنی وقتی که شما میخواید چارت رو بشناسید، حرکات قیمت رو بشناسید، کافیه چیکار کنید؟ بیاید این رو به تیکه های کوچکتر تقسیم کنید. یعنی بیاید کندل ها رو بشناسید، یعنی بیاید لگ ها رو بشناسید، یعنی بیاید روندها و سوینگ ها رو بشناسید، یعنی بیاید نواحی رو بشناسید. خب به همین سادگی میشه علمی شناخت و ساینتیفیک متد این هست. حالا ما الان میخوایم شروع کنیم و بریم سراغ بحث‌های تکنیکال و چارتی خودمون و آغاز کنیم این مباحث رو. نخستین چیزی که برای ما خیلی مهمه بحث کندل هاست.
بعد از اون درباره لک ها صحبت خواهیم کرد، بعد از اون درباره فرکتال بازار و بعد از اون هم درباره تایم فریم. این 4 چیز هست که برای ما خیلی خیلی مهمه و ساختار کلی بازار و اون شناختی که ما نیاز داریم برای خواندن چارت رو در اختیار ما قرار میده. علاوه بر خواندن چارت، در حقیقت ما باید استوری آف پرایس رو هم بخونیم، یعنی قصه قیمت، یعنی قیمت داره چیکار میکنه، نیتش چیه، هدفش چیه. یادتونه جلسه پیش درباره این صحبت کردم که هر شادویی برای ما یک معنی و مفهوم خاصی داره. اینجا هم همینه، هر کندلی، هر لگی یک کاری کرده، یه اتفاقی رو رقم زده توی یک ساختار بزرگتر، توی یک فرکتال دیگری است، توی یک تایم فریم مخصوصی است. یک کندل خاصی این حرکت رو آغاز کرده و اون کندل تصمیم گیری یا همون دیسیژن کندل ماست. آغاز کنیم این بخش رو با نام کندل ها. ما چند مدل کندل داریم. اینا رو ما کاملا هم چشمی روی چارت با هم دیگه تمرین خواهیم کرد، هیچ نیازی به حفظ کردن اینها هم نیست. معمولا کندل های فول بادی خیلی حالا معمولی که داریم، این رو هم من رنگش رو تغییر بدم، کندل های معمولی با یه طول مشخصی که هست، به اینا ما میگیم کندل استاندارد، کندل فول بادی معمولی، کندل نورمال. یک سری کندل هایی هم داریم که اینا خیلی کوچیکن، بدنه های کوچیکی دارن و شادو هم دارن. خیلی معلوم نیست، کندلیه که نشانه عدم تصمیم گیریه، کندل بلا تکلیفن. اینها کندل هایی هستن که باید معمولا کندل بعدی بیاد اونها رو به قولی بپوشونه. و میبینید مثلا وقتی این دوتا کندل اینطوری که هم شکل میگیرن، خب این الان یه مثلث دیگه تو تایم پایین، نگاه کنید به همین سادگی، و از یه طرف معمولا میشکنه. بعد از این کندل ها معمولا یه کندلی هست که یه کندل فول بادیه که میاد اینگولف میکنه، یا همون اینگولفینگی که داریم، یعنی میاد کاملا این کندل رو میپوشونه برای ما. حالا اگه بخواد بالا بره که به این شکل، و اینجا یک استراحتی بوده که به شکل مثلث و حالا ادامه حرکت. خب پس یک کندل نورمال داریم، یک کندل اسپینینگ داریم و یک کندلی هم داریم که بهش میگیم لانگ بار. معمولا 2 برابر طول همون کندل های نورمال ماست، یعنی مشخصه کاملا 2 برابر 2 برابر و نیم، 3 برابر مثلا این حدود هست. حالا ما معمولا 2 برابر 2 برابر نیمش رو میگیریم. اینا معمولا کندل های بریکوت هستن، یعنی معمولا اگه یه خط روندی چیزی مثلا بکشید میبینید که این افتاده وسط یه خط روند. معمولا هم خط روندها باید با یه همچین کندل های بریکوت شن. یا اگه یه سطحی داریم، یه سطح استاتیکی داریم که مثلا یه سطح این شکلی داریم، معمولا این سطح هایی که حالا این ما دولایه میکشیم معمولا اینها رو، یعنی ناحیه‌اند، معمولا این سطوح هم وقتی میخوان شکسته بشن با یک کندل لانگ بار شکسته میشن. بعد میره بالا، بعد مثلا اینجا یک پولبکی میکنه. حالا طول پولبک چقدره، میتونه هر چقدر باشه، ببینیم دیگه اینا بستگی داره، آینده دربارش صحبت می‌کنم. بعد از اینجا دیگه اون حرکتشون رو آغاز میکنه. ممکنه بالای سطح ادامه حرکت رو بده، ممکنه برسونه خودش رو به سطح و اینجا COP یا همون change of polarity که تو کلاسیک داشتیم شکل بگیره، یا حتی بیاد توی سطح نفوذ کنه، اینجا یک نواحی باشه که از اینجا ادامه حرکت رو بده. این هم به این شکل است. پس چند مدل ما کندل داریم تا اینجا. کندل نورمال رو گفتیم، اسپینینگ یا بلا تکلیف رو گفتیم، لانگ بار رو گفتیم. هر کندلی هم دیگه حس کردید خیلی از چارت انگار زده بیرون به همین سادگی، یعنی واقعا نیازی نیست خیلی عجیب و غریب مثلا فکر کنید، ساده نگاه کنید به چارت. نمیگم ساده است تا قضیه، یعنی استوری آف پرایس خوندنش واقعا کار آسونی نیست، باید تمرین کرد، باید خیلی دقت کرد، با روش علمی به کار برد، باید حتی اقتصاد خوند، خیلی کارو باید کرد تا بشه واقعا فهمید که قیمت داره چی کار میکنه. اما یه سختگیری های عجیب و غریبی ما داریم معمولا که مثلا نمیفهم علت اونا چیه، یعنی جاهایی که باید
خیلی دقت کنیم، سختگیری کنیم نمی‌کنیم و جاهای خیلی ساده‌تر رو به اونها بیش از حد گیر میدیم. و حالا هر کندلی هم دیگه مثلا 3 برابر 4 برابر اون کندل های نورمال شد، ما به اینها میگیم کندل اسپایک. کندل اسپایک هستن اینها و حالا بعدتر درباره‌شون صحبت خواهیم کرد که کندل های اسپایک چه ویژگی هایی دارن. مثلا این نواحی میانیشون لیکویدیتی گپ خواهیم داشت. البته کندل های لاینگ بار هم دارن اما این متفاوته و اینجا یک دیسیژن کینکی هست که نفوذ به اون مهمه، رد شدن از اون مهمه برای آینده که ما میخوایم صعودی یا نزولی شدن رو بگیریم. اینها رو فقط دارم میگم که تو ذهنتون این کلمات باشه. دیسیژن کینک یعنی گره، کینک یعنی همون نود، همون جایی که خریدار و فروشنده دارن تراکنش انجام میدن، همون بیسه. حالا تو تایم‌های مختلف داریم نگاش میکنیم و دیسیژن هم که یعنی تصمیم گیری. اینها رو بهشون میرسیم. پس کندل های ما تا اینجا به این شکل شدن. حالا میخوایم درباره لگ با هم دیگه بحث کنیم. اینجا ما از جناب آدم گرینز کمک میگیریم. ایشون در کتاب بسیار بسیار نیکوی خودشون که درباره تحلیل تکنیکال هست، به زبان بسیار ساده و در عین حال عمقی راجع به ساختار مارکت صحبت کردن و اینجا از ایشون وام میگیریم این مسئله رو که هر لگ در تایم پایینتر خودش از 3 لگ دیگر تشکیل شده یا هر لگ در تایم پایینتر خودش از 3 کندل تشکیل شده. و اینجا ما به این شکل عمل خواهیم کرد که اگر 3 تا کندل معمولی یا همون نورمال دیدیم، حالا این بین ممکنه مثلا یک کندل اینجوری هم باشه، مهم نیست، یا حتی ممکنه اینجا یه کندل خلاف هم حالا به رنگ قرمز باشه، مثلا اینجا اینوری باشه بعد بره بالا. این هم الان برای ما یک لگه، یعنی دوباره این 3 کندله. پس 3 کندل معمولی در یک جهت رو ما میگیریم لگ. یعنی در این تایم فریمی که الان داریم نگاهش میکنیم 3 تا کندل رو که دیدیم میگیم این لگ مال همین تایم فریمه. یعنی در تایم فریمی که 3 تا کندل این شکلی دیدید بگید آقا این لگ تشکیل شده مال همین تایم فریم به این شکل. پس تایم فریم لگ ها رو باید برید تمرین کنید، مثلا 100 تا 200 تا لگ پیدا کنید و بگید که اینا مال کدوم تایم فریمه. یعنی همینطوری توی چارت نگاه کنید، از آخر برگردید عقب ببینید آخرین لگی که تشکیل شده مال کجاست، مال کدوم تایم فریم. و گفتم این جابجایی بین تایم فریم ها خیلی مهمه. یعنی وقتی فکر میکنید مثلا یه چیزی میخوره که بین 5 دقیقه و 15 دقیقه باشه هیچ عیبی نداره. ما آموزش دادیم که تایم فریم دلخواه چطوری بسازیم. میتونید 10 دقیقه رو هم برید نگاه کنید ببینید شاید مال 10 دقیقه بود و واقعا چیزی بین 15 و 5 بود. به این شکل هست. پس این بحث 3 کندل رو تا اینجا داریم. انواع لگ رو هم ما در نظر میگیریم. یک لگی داریم که بهش میگیم ایمپالس، یعنی خب این رو یک لگی داریم که بهش میگیم ایمپالس، یعنی حرکتی که حرکت خوبیه و رفته روند رو به قولی، اون لگی هستش که در مسیره. و یک استراحتی داریم، یک لگ ریتریسی داریم. این الان دوباره ببینید این لگ خودش 3 تا کندله. این لگ هم دوباره خودش قاعدتاً باید تعدادی کندل باشه، درسته؟ لگ های ایمپالس ما معمولاً 3 کندلی هن و لگ های ریتریس ما معمولاً نصف این لگ ایمپالس هن. اما این هم دوباره 3 کندلیه، یعنی شما باید برید و توی اون تایمی که 3 تا کندل حرکت کرده تایمش رو پیدا کنید. یعنی برید لگ رو توی اون تایمی پیدا کنید که 3 تا کندل حرکت کرده. بعد معمولاً این به این شکل میشه. حالا این رو حالا ما این معمولا به این شکل میشه. ما به این میگیم لگ ایمپالس، لگ ریتریس، لگ ایمپالس. و تایم فریم هر کدوم رو هم بنابر این 3 کندلی که گفتیم ما پیدا میکنیم و ازش استفاده میکنیم. تا اینجای کار پس متوجه این شدیم که انواع لگ داریم، ایمپالس و ریتریس.
حالا نکته‌ای که هست، یه مقداری بخوام دقیق‌تر درباره این بحث ایمپالس و ریتریس باهاتون صحبت کنم، اینه که ببینید این الان لگ ایمپالس ماست، این ریتریس تا کجا میاد؟ یعنی مثلا این ممکنه تا اینجاها بیاد، ممکنه تا به این شکل بیاد. ببینید این اولیه حالا اینجا این اولیه ما حالا حدود 38.2 میگیریمش. این رو هم مشکی کنیم که دوستانم ببینن. بعد اینجا 50% و اینجا 61.8. ببینید تقریبا میشه گفت میانگین همون 50%. کمترین حالت ریتریس ما 30% میگیریم، یعنی 33%، 38% این حدود در نظر میگیریم. یعنی اگه از این کمتر بود اصلا ریتریس دیگه ما حسابش نمی‌کنیم. پس به این شکل ما در نظر میگیریم که یک لگی داریم، این حالا حدود مثلا 30% اومده. یه لگی هم داریم حدود 61% اومده و اصلاح کرده. میانگینش هم حدود 50%. پس ما تقریبا این رو میدونیم که این پرایس مووینگ رنجی که بعداً دربارش صحبت خواهیم کرد یا ضریب 2 هست یا ضریب 3. این دیگه یکی از رازهای سی پی ام بود که به دوستانم گفتم. از من خیلی سوال پرسیدید که اون لایف تریدی که توی کانال انجام دادی، اون نواحی که کشیدی از کجا بود؟ از همینجا بود. یعنی من اومدم لگی که داشتم رو تقسیم بر 3 کردم و همینطور تقسیم بر 2 کردم، چون 2 و 3 که عدد اوله، 2 هم عدد اوله و اولین عدد اول ما همین 2 و 3. حالا دیگه یه ذره ریاضی قاطیش میشه. پس یک لگ رو ما میایم یک بار به 2 قسمت تقسیم میکنیم، یک بار هم به 3 قسمت تقسیم میکنیم و همین 2 قسمتیه رو هم من دوباره نصف کرده بودم اگه دوستانم یادشون باشه توی اون لایف تریدی که خیلی براتون سوال شده بود. و این همون حالت پرایس مووینگ رنج، یعنی کاملا از همین ریتریس و ایمپالس ها ما این رو در میاریم. یعنی لگ های ما هستند و نسبت لگ ایمپالس و لگ ریتریس هست که به ما این پرایس مووینگ رنج یا همون پی ام آر ها رو میده. این رو هم یه مقداری ببینیم. بله، این پی ام آر ها رو به ما میده. بعد از این سراغ فرکتال ها خواهیم رفت و درباره فرکتال بحث خواهیم کرد. فرکتال رو اینجا شاید یه مقداری سخت باشه راجبش صحبت کردن، اما تقریبا تا اینجا متوجه شدید دیگه. وقتی ما 3 تا کندل داریم خودش یک لگیه و این لگ در تایم پوینتر دوباره خودش 3 تا لگه، یعنی این اسمش فرکتاله. فرکتال یعنی خود متشابه، همون کلمه‌ای که ابتدا گفته بودم، یعنی هر تایم فریمی شبیه تایم فریم های دیگه است. یعنی شما وقتی داری چارت رو ماهانه می‌بینی فرقی با چارت مثلا 1 ساعته و 4 ساعته و نمیدونم روزانه نداره. چارت همون چارت، همون کارا رو انجام میده، به همون نواحی واکنش میده، شکل و آرایشش همونه، تفاوتی نمیکنه و خود متشابه دیگه. یعنی تیکه های کوچیک، اجزای کوچیک، تایم فریم های کوچیک مثل تایم فریم های بزرگتر. میتونید مثلا اینجا از اون شکل های هندسی کمک بگیرید، فرکتال های هندسی، یا حتی چیزهایی که توی طبیعت هست، مثل نمیدونم یکی از دوستان میگفت گل کلم همینطوریه، حالا من ندیدم نمیدونم. میتونید حالا این چیزها رو هم برید نگاه کنید. فرکتال به این شکل هست و بحث تایم، این فرکتال رو یادم باشه که دقیق ترش رو بهتون روی چارت نشون بدم، چون یک جاهایی بحث فرکتال اینجاست که مثلا یه حرکتی مال تایم 4 ساعته است و شما دارید توی تایم اشتباه میبینیدش، توی 1 ساعت بعد میگید چرا مثلا این انقدر لفت میده، یا مثلا این چرا انقدر توی 15 دقیقه داره بازی در میاره، چون این اصلا مال این تایم نیست. یعنی یه جایی پر میکنه زمان رو، یعنی زمان پر کردن هم یه جاهایی ما بهش میگیم فرکتال. این رو هم یادتون باشه و روی چارت من نشون خواهم داد.
و آخرم بحث تایم فریمه. دیگه انقدر درباره این فکر میکنم توی دوره قبل و هم کانال صحبت کردم و اکسپرت و اندیکاتور گذاشتم که دیگه نیازی به توضیح اضافه تر نباشه. همه چیز، همه اجزا برای ما اینجا تایم فریم داره. کندل تایم فریم داره، لگ ایمپالس و ریتریس تایم فریم داره، انواع و اقسام الگوها، ساختارها، نواحی، سطوح، هر چیزی که شما بگید، مثلث‌ها، همه چیز برای ما تایم فریم داره. یعنی باید توی تایم درست خودشون نگاه بشه. این 4 تا رو اگه شما به عنوان مارکت استراکچر خوب یاد بگیرید، فکر میکنم دیگه مشکلی نخواهیم داشت. یه هومورکی که برای بچه‌ها دارم، حالا توی گروه اگر تصمیم این شد، حالا با تیم ادمین ها اگه تصمیم این شد که دوستان زحمتش رو بکشن و تمرین بذارن، یعنی برای بچه‌ها تمرین بذارن و بگن که مثلا اینجا 100 تا لگ پیدا کنید برای تایم فریم های مختلف و ببینیم که به چه شکلی هست، کجاها گیر و گور کار در بیاد. چون بچه‌ها با تمرینه که ما میتونیم خودمون رو ارتقا بدیم. اینها کلیاته که البته نیازه و بسیار هم نیازه، اما با تمرینه که شما دستتون میاد اینها. و اون وقته که دیگه وقتی یه لگ رو میبینید، مثلا من با چشم میتونید تشخیص بدید مال کدوم تایمه. خیلی نیازی نیست که حتی بین تایم فریم ها این ور اون ور کنید. من وقتی یک لگی رو دارم میبینم، مثلا توی دیلی دارم نگاش میکنم، مال 4 ساعت است، تقریبا متوجه میشم که مال 4 ساعت است. یا اگه دارم یک نمیدونم سطحی رو نگاه میکنم که مال دیلیه، تو 1 ساعت دارم نگاه میکنم، متوجه میشم که این یه سطحیه که برای بالای تایم 1 ساعت است و میخوره که حتی از 4 ساعت هم مثلا بالاتر باشه. همه اینا با تمرین چشمی، با چارت زیاد دیدن، با تمرین روی چارت به دست میاد. فکر میکنم تا اینجای کار برای مقدمات مارکت استراکچر کافی باشه. ادامه مارکت استراکچر رو هم خواهیم داشت. ما بحثایی که خواهیم داشت درباره پیوت ها خواهد بود، اما نیاز هست که لگ ها رو ما دربارش بحث کنیم. یه چیزی هم که حالا بعداً آینده این رو دوستان به من یادآوری کنن، این بحث ABC و اینجا هم بنویسمش که حالا یادمونم بمونه. این بحث ABC هست و 1 2 3 4 5. همین رو به من اگر بگن، من درباره این که این لگ ها چند بار حمله میکنن و مثلا بعضی لگ ها 2 موجی هست، یعنی 2 تا ایمپالسه، بعضی ها 3 تا ایمپالسه، این رو شاید شما یاد الیوت هم بندازه، میتونید از اون هم استفاده کنید. و اینجا بحث دایورجنس ها رو هم ما دوباره با هم دیگه مطرح خواهیم کرد. بچه‌ها این دوره شبیه دوره پیش نیست. دوره قبلی دوره کریستی تا آلفونسو بود. یه ذره من از چیزهایی که خودم ازش استفاده میکنم شاید بهتون گفتم و اینجا هم تازه فکر نمیکنم همه یا آن چیزهایی که من استفاده میکنم اصلا وقت بشه راجبش صحبت بشه و تمرین بشه. اما شما حتما اینجا باید تمرین زیادی بکنید. حتما باید هر کدوم از این چیزهایی که من میگم خودتون برید رو چارت روش تمرین کنید. یا حالا این گروهی که دوستان زحمتش رو میکشن میتونید استفاده کنید. من هم اگر فرصت کنم بیام هفته‌ای مثلا نمیدونم 1 ساعت 2 ساعت کنارتون باشم، اون مشکلاتی که دیگه نشده رفع بشه رو ما بیایم با هم دیگه حل کنیم و این به نوعی رفع بشه. این هم از این. فکر میکنم دیگه چیزی نمونده. سلامت و شاداب و خوشحال باشید عزیزان.